همه این روزها در این کشور شاهد فعل و انفعالاتی، چقدر عطر و بوی شعر و شعار، باز نزدیک انتخاباتی. عده‌ای بی صلاحیت هستند، بدروش غیر مکتبی شده اند. گرچه دیروز محترم بودند، چند روزیست اجنبی شده اند. عده‌ای هم صلاحیت دارند، گرم تبلیغ جمعی و تنها. مشکلات تمام دنیا را می توانند حل کنند آنها. عده‌ای بچه هیبتی شدند، صاف و خاکی به دیده مایند. نکنی فکر بد، زبانم لال در پی رأی مذهبی